دادگاه ولایت ختلان دلاور عالیموف ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان را که به تبر به پیشانی رئیس دادگاه ناحیه زده او را زخمی کرده بود به مهلت 15 سال روانه زندان کرد. از دادگاه ولایت ختلان گفتند که دلاور عالیموف ساکن ناحیه 5 که برای با تبر زدن رئیس سود ناحیه گمانبر بود به حکم دادگاه ولایت به 15 سال زندان محکوم شد. حکم دادگاه روز 21 نوامبر صادر شد و هنوز قوه قانونی نگرفته است. محکوم شده حق از بالای این حکم شکایت بردن را دارد. تیمور بایزاده معاون رئیس دادگاه ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که در دادگاه گناه دلاور عالیموف پورا تصدیق خود را یافته و این شهروند برای به تبر حمله کردنش به دادرس دولتمند رحیم زاده در روز 31 آگوست سال جاری گناهکار اعلان شد. سیفالدین پیر محمد زاده قاضی این پرونده در صحبت به رادیو آزادی گفت که گناه دلاور عالیموف از روی ماده تیاری به جنایت و سوی قصد جنایت پورا اثبات شد. سیفالدین پیر محمد زاده گفت دلاور عالیموف از حکم دادگاه درباره مقرر کردن الیمنت پدری او نسبت 2 فرزند نابالغش سر زده است. دلاور عالیموف مردی که بر رئیس دادگاه ناحیه 5 با تبر حمله کرده است 38 سال داشته ساکن محله قادر زایدوی مرکزی ناحیه 5 است که بحثی او در دادگاه به همسری اول و مادری 3 فرزند نابالغش سری رویانیدن الیمنت یا کمک مالی به فرزندانش از اول سال جاری سر زده بوده است. همسر سابق او نمیخواهد در این باره صحبت کند. نزدیکان و پیوندان دلاور عالیموف حمله او را با تبر به رئیس دادگاه ناحیه 5 به آبرویی گفته نمیخواهند که در این مورد اظهار نظر کنند. یک برادر دلاور عالیموف بدون ذکر نامش حسرت خورد که برادرش سر عصبانیت و جهل دست به جنایت زده است ولی گفت که آنها از حکم صادر کرده دادگاه شکایت نمیبرند. دادگاه ناحیه 5 روز 31 آگوست به دعوای همسر سابق دلاور عالیموف پرونده را بررسی کرد. دادگاه دلاور عالیموف را وظیفه‌دار کرد که برای تربیت 2 فرزندش هر ماه 280 سومانی الیمنت پرداخت کند. نور محمد عمروف سردختر ناحیه 5 در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که رئیس دادگاه جراحت وزنین برداشته است. حکم دلاور عالیموف برای حمله بر رئیس دادگاه ناحیه 5 در حال صادر شد که روز 16 نوامبر به یک کارمند دیگری دادگاه این ناحیه حمله صورت گرفت. مقامات ناحیه 5 گفتند که شرافالدین دادوف یک ساکن ناحیه ناراضی از حلنامه برای مسکون کردن همسر سابقش به سید احمد زیدالله زاده حمله کرده است. دادوف بر اساس ماده 328 کودکس جنایی تاجیکستان یعنی استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت عیبدار می شود. این بند قانون از 2 تا 5 سال زندان را در نظر دارد.